ماشین رو پارک کنی خانم رحیم‌پور. مجاز نیستش. خب با اجازه. اشکال نداره، میتونی پارک. با اجازه. راهنما رو بزنیم. خط وسط ماشین با پایین لاستیکش در یک راستا بندازی خوبه. و سرعت رو کم کن خانم رحیم‌پور. کلاج از همین اول ماشینش بده پایین، خیلی بهش نزدیک نشو بیاندازه. خب آینه همون برابر هم شدن، در یک خط قرار گرفت. خب دنده رو زدی عقب، آهسته میای عقب. تا کجا میری عقب؟ خب ترمز کن دیر نشه. تا وقتی که انتهای ماشین پاک شده از شیشه وسط به این شکل دیده بشه. اوکیه؟ خب وقتی اینطوری شد با چیکار کنی خانم رحیم‌زاده؟ درمان به سمت افسر کامل میپیچی. کامل بپیچونم. خب حالا حرکت تو رو به عقب آروم شروع میکنی. الان شاخصی که باید دنبال کنی آینه وسط. تا کی؟ تا وقتی که از آینه وسط بری داخل پیاده. البته این کلیشه و حالا بخوای دقیق ترش رو انجام بدی، این شاخص برجستگی بالای چرخ که الان ما توی آینه سمت راست میبینیم نگه دار، برسه به لب جدول پایین کافی. یه ذره احساس میکنم عقب رفتی خانمه، عقب‌تر رفتی. دنده رو یک کن، یه ذره برو جلو، خیلی جزئی کم برو جلو. بس. خب ترمز رو گرفتی، حالا فرمان رو بچرخون به سمت چپ کامل. خب باز راهنما رو زدی، دوباره از آینه وسط نگاه میکنی تا آینه وسط چراغ استوب بیاد دوباره با خط جدول موازی بشه. وقتی از آینه وسط چراغ استوب با جدول موازی شد، یه ذره دیگه خیلی جزئی دیگه برو خانم رحیم‌پور. اوکی. الان ببینیم ما با ماشین جلویی در یه خطیم، با فاصله مون با جدول درسته؟ یعنی همون فاصله 45 سانتی داره. و حالا همینجا افسر به شما میگه برو دنده عقب. چیکار میکنی خانم رحیم‌پور؟ فرمان رو باید یک دورانی بچرخونیم. آره نیم دور چرخوندی و خب بعد برای دنده عقب اجازه رو گرفتی یا نه هنوز؟ مجاز نیست، با اجازه. ببینید دنده عقب حتما باید اجازه افسر رو داشته باشین. یعنی وقتی گفتین مجاز نیست یه ذره مکس کنی که افسر به شما اجازه بده و مسئولیتش رو بپذیره. وقتی افسر به شما گفت اشکال نداره میتونید دنده رو عقب بزنی، دنده که حالا عقب بوده بعد چون پارک دوبل داشتی انجام میدادی، ولی راهنما رو حتما بزنی، فرمونم 1.5 دورش رو باز کنی. حالا میتونی شروع کنی خانم رحیم‌زاده. فرمون نباید به سمت چپ کج بشه، کاملا صاف، چون فعلا ما ماشین کاملا با جدول موازی و فاصله چرخش نداشته باشه کاملا صاف، چون الان ما فاصله تمیز و مرتبه و اینو به همش نزن. نگه داریم. بس توقف. حالا باید چیکار کنی؟ ترمز بستی و خلاص. پس توقف. بعد اولین کاری که کردی بعد از توقف ترمز دست میاد بالا، بعد دنده خلاص میشه.